بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعون الله سبحانه وتعالى نبدأ الدرس في هذا اليوم من كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، المسمى بحقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. اینک ما امروز با عون الله سبحانه و تعالی کتاب را آغاز میکنیم، یعنی درس را از کتابی شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین، الله این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کرده باشد. کتاب به نام حقوق دعت الیها الفطرة و قررتها الشریعه. یعنی در این کتاب شیخ الله رحمتش کند یک چند حقوق ذکر میکند که اینها را اساسا فطرت دعوت کردگی است. فطرت گفته طبیعتی تازی آدم میگویند. اگر کسی که فطرتش طبیعتش همون از روزی که الله سبحانه و تعالی وی آفریده است در یک جای زندگی کند که در همون جا یعنی برنامه های نو او را آلوده نکند، برنامه کمونیستی، برنامه دموکراتی، برنامه حزبی خواه تحریری باشد و خواه نهضتی باشد، خواه برنامه های کفر و الحاد شیعه و مثال گیریم دیگه فرقه ها اگر همون فطرتی تازی انسان ویرون نکند، باید که همین حقوقی که شیخ حاضر انشاءالله یک پیشنهاد میکند همین ها را برای چنین انسانی فطرتش تازه پیشنهاد کنی، فطرتش اینها را قبول میکند. برای می میگوید که نام کتاب چی؟ حقوقی که حقوق گفته یعنی که حق جمعش حقوق میشود. حقوقی که فطرت اینا را دعوت کرده است، به اینها فطرت ناراحت میشود. مثال یکی از همون حقوقی در اینجا ذکر کرده است، برای مثال حق والدین. حق والدین مثال اکرام والدین، پدر و مادر حقش بر جا آوردن یکی از همون حقوقش و احترام کردن است. اگر کسی رکیگوید که باید والدین احترام کردن نکار، چونکه این حقوقی ویهاش بالای توست، اگر گوید که چه خیلی میگوید من چیکار کردیم و چی حق دارد که مثال گیرم با من و حرمت میکنم، معلوم است که این کسی فطرتش ویران شده است. اگر فطرتش تازه میبود، وقتی که ما گفتیم که نباید که والدین تو احترام میکردی و میگفت که البته راست میگه حرمت کردن میکنه. و همچنین دیگه حقوق باید که مثال گیرم حقی زنت بجا بیاری، حق زنت همین است. اگر که همین خدمه قبول کردن گیرد، معلوم است که چنین آدم فطرتش تازه بوده است. حالی به فطرتی یعنی در این فطرت دیگه برنامه های بیرونه چی دخالت نکرده است، نه کمونیستی دارد، نه دموکراتی دارد، نه دیگه یگون بدعت و خرافات دارد. فهمیده؟ برای مشخص میگه که در اینجا یعنی نام کتاب حقوق دعت الیها الفطره، این اساسا فطرت حالی اسلام نآمده چی کردگی است؟ دعوت کردگی است. اکنون امروز شریعت آمد و قررتها شریعه. امروز همین حقوق شریعت چیکار کردگی است؟ برقرار کردگی است، اعتراف کردگی است. فهمیده؟ یعنی دعوت کردن فطرت به این حقوق و اعتراف شریعت یک خیل آمدگی است. چونکه هیچ ممکن نیست که یک چیز شریعت برقرار کردگی باشد با فطرت انسان تازه باشد، گفت که برای چی من پدر مادر حرمت میکردم، یعنی برای چی چرا گفتگی گم نیست در شریعت.
این چرا میگفتگی کس اون کسی که باید فطرتش ویرونه. برای مثال در قرآن همه قصالای قدیم همه دعوای مسلمان میکنند در تاجیکستان در قرآن سطر آمدگی هست. همه خلاصه سطر آمدگی از هم باید که تمامی یعنی که وجودش محکم کند از چشمای بیگانه. وقتی که امروز کس میگوید که من مسلمانم، من خریستیان نیستم، یعنی من یهودی نصرانی نیستم میگوید، وقتی که در برابری من مسلمانم گفتنش زنهای مسلمه که سطر میپوشن میگوید که اینا مانند زاغ سیاهن، مانند بعضی در دولت کار میکنن بعضی احمقا، و همچنین دیگه کسا همین مخالفی یا که گویم ضدی حجاب هستن، معلوم میشه که این فطرتش ویرون. اگر فطرتش آباد میبود میدونست که این شریعت اعتراف کرد دیگه، باید که طبیعتی تو هم قابل همین باشد. چون که شریعتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جانب الله حق سبحانه و تعالی آورده است، یگون جای ندارد که برای مردم چی باشد، وزنین باشد یا که مخالفی رضاگی انسان باشد. باید که برای این گفته است که حقوق دعت الیها الفطره، این حقوقی که آل شیخ ذکر میکنن اینها را طبیعتی سالم اینا را دعوت کرده پیش اسلام. اما امروز شریعت آمده اینا را چیکار کرده است؟ قررت شریعت اینا اعتراف کرده است، اینا یعنی که برقرار کرده است، رسمیش کرده است. بله این کتاب شیخ علامه محمد ابن صالح العثیمین نوشته است. الله سبحانه و تعالی مغفرتش کند و والدینش مغفرت کند و جمیع مسلمان هایی که در این کتاب از این کتاب بهره میبرند، درس میکنند و به دیگران درس میدهند و گویم که برای پهن این کتاب خدمت میکنند، سهم و حصه گذاری میکنند. الله همشه مغفرت کند. شیخ عثیمین در سال 1400 یا 1347 تولد شده است. شیخ عثیمین 1347 هجری تولد میشد و در سال 1421 در سن 74 سالگی وفات کرده است. فهمیدید؟ یعنی اختصارا میگیم اگر پرسند که شیخ عثیمین در کدام سال گویم به دنیا آمد یا که گویم تولد شد، میگه که 1347 هجری به دنیا آمد و 1421 هجری در سن 74 سالگی چه از دنیا گویم گذشت، وفات کرد. از وفات شیخ عثیمین تا امروز که امروز 1434 هجری است، همه خیلی است، 13 سال می شود که شیخ الله سبحانه و تعالی و رحمت خود گرفت. اکنون اختصار کرده سنیم زیرا که مقامی تفسیر نیست، حاجت به تفسیر هم نیست. شیخ عثیمین خصوصا کتاب‌های خیلی هم آسان دارد، خیلی هم آسان فهم است، ولی برای کسی که با کمی هم باشد از زبان عربی واقفی گویم خبردار باشد. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، با نام‌های اللهی که او الرحمن و الرحیم است من نوشتن این کتاب را شیخ میگوید آغاز میکنم. چون که در هر جا که جار و مجرور بیاید، جار و مجرور متعلق به یگون چی شدنش در کار است، یا به فعل میشود یا که به همون یا که به اسمی که معنای فعل میدهد. جار و مجرور این موافق به همون خودی بسم الله نویسته آدم. همین شخص چیکار کرده است وقتی نویسننده بسم الله گفته نویسه، معلوم میشه که جار و مجرور متعلق به اکتبو میشه است. یعنی من به نام‌های الله الرحمن و الرحیم چیکار میکنم؟ نوشتن را آغاز میکنم. اکنون ما و شما نمی نویسیم که ما و شما اگر بگوییم که بسم الله الرحمن الرحیم، این جار و مجرور متعلق به اقرأ میشود یا که نقرأ. به نام‌های الله الرحمن و الرحیم ما چیکار میکنیم؟ این کتاب درس میکنیم، ندرس یا که بگوییم نقرأ یا که میخوانیم و هکذا. و برای چی اگر پرسند که برای چی در اینجا به نام یعنی اسم تنها آمدگی است، شما اینا نام ها گفته ایستاده است، میگیم که چون که اسم در اینجا نکیره آمدگی است، نکیره بیاد و مضاف شده ایستاده. اسم نکیره آمده یعنی که معرفه نیست، نکیره آمده و همین
با چی مضاف شده ایستاده است. هر اسم نکره که مضاف شود دیگر گرچنده که تنها باشدن که معناش چی میشه؟ تفید العموم، معناش عمومی می باشه. با همه نه به یک نام الله آغاز میکنم، به تمام نامی که و نام الله است من آغاز میکنم. خواندن را، نوشتن را، چای نوشیدن را، طعام خوردن را، خیستن را، شستن را، هر کاری که میکنیم. بعد از اون شیخ میفرماید ان الحمد لله، در اینجا الحمد اسم این نمیشود. میدونید خدمت های این چه؟ ان كأن لكن ليت لعل ناصب اسم رافع عند الخبر، یعنی اسمشون نصب میکنن خبرشون رفع میکنن. هم خلاص الحمد اسم این شده استاد است منصوب و علامت نصبه الفتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد میکنه تنها. ان الحمد خبرش میشه لله، در اینجا لام حرف جر است، لفظ الله سبحانه و تعالی مجرور باللام و علامت جره الکسرة ظاهره. الحمد لله هر جا که خبر خو خبری مبتدا باشد، خو خبری این نباشد، خو خبری کانه باشد و اخواتش، مهم خبر، هر جا که خبر عبارت از جار و مجرور باشد اینه میگن که خبری غیر مفرد میگویم. فهمیدید؟ در کجا که مثال گیریم یا که بگیم مثال الحمدلله، الحمد مبتدا است و لله جار و مجرور خبر شده ایستاده است. خیلی هر جا که خبر جار و مجرور شود اینه خبری غیر مفرد میگویند. خبری غیر مفرد چهار خیل می شود: جمله اسمیه باشد، جمله فعلیه باشد، یا که شبه جمله باشد. شبه جمله از جار و مجرور عبارت است و از ظرف عبارت است. مهم یعنی که خیلی میگذاریم و در مقام نحو صحبت می‌کنیم. ان الحمد لله، هر آینه تمام ستایش ها برای الله هستند. بودم نگاه کنید در اینجا یک کسی میپرسه که شما چخیل همه گفت شده اینجا الحمد مفرد آمده است. با میگه که آخه الف لامش الف لام استغراق است. انمی الف لام چه؟ استغراق است. وقتی که الف لام استغراق باشد دیگر این همه چیز در بر میگیرد، یعنی تمام جمیع المحامد میشود معناش. تمام تعریف ها یگان تعریف نیست که او ماندگی باشد، همش در بر میگیرد و هر آینه همه ستایش ها مخصوصی الله هستند. نحمده، ما او را ستایش میکنیم، و نستعینه، از وی یاردم میپرسیم، یاری میجویم، و نستغفره، از او مغفرت میپرسیم، چون که در اینجا الف سنتا این برای طلب است. این نطلب منه المغفرت میشد. نطلب منه ماذا؟ یعنی العون. نستعینه ای نطلب منه العون، از وی یاردم میپرسیم، و نستغفره، از وی مغفرت میپرسیم، و نتوب الیه، بسوی او توبه میکنیم. توبه یعنی ای نرجع الیه، یعنی از تمام معصیت چیکار میکنیم؟ برمیگردیم الیه، بسوی طاعت الله. برای خاطران که توبه به معنای رجوعه. رجوع از چی؟ برگشتن از معصیت، از کارهای ناجویه به سوی الله برگشتن. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. ما اینو یک تک میگم که هر برای خودتون فایده شد گفتم. اگه تیز گذاشتن چی فایده؟ و نعوذ بالله، نعوذ به معنای نلتجئ، یعنی التجا میکنیم یا که پناه میبریم. بالله اینجا به معنای اله آمده است، یعنی به سوی الله پناه میبریم یا که به الله پناه میبریم. از چی پناه میبریم؟ یعنی گویا که گفته است که ما به طرف الله میگریزیم که یاردم مطیع در زیر پناه خود ما را گیرد. از چی؟ و وقتی که اله که انتها شد برای وی من ابتدایی در کار میشود. برای مثال میگم که مثال خرجت من البیت، از خانه برآمدم، و ذهبت الی المسجد. اینجا من به معنای ابتدایی مقصد است و الی به معنای انتهای مقصد است. از خانه برآمدم و به سوی مسجد رفتم. در اینجا یعنی که ما پناه میبریم به الله، به سوی الله. فهمیدید؟ از چی؟ ابتدای پناه ما از چی؟ یعنی از شر نفسهای خودمون، از بدی نفس هست. نفس یعنی تقسیمات داره چیزی که علما میگن. با نفس هست که امارتون بالسوء، یک نفسی که دائم آدم
به کارهای بد امر میکنن. مثلا بگیم زنی بیگانه رو نگاه کن، برای مثال فلان رو غیبت کن، حسدش خور، خواهش که باشد و یعنی که پیش پا دار، خلاصه نمیخواد تنقید کن، حسد کن. چقدر عادت در دور این طالبان خیلی شیخ ما حفظه الله تعالی ذکر میکنه که حتی حسد بین معلم و طلبه ها، حسد بین طلبه و معلم ها هست خیلی و ما بالو که با بین دانشجویان نیست مگر پر است. خب بنابراین ما پناه میبریم به الله از شر نفس های خود ما و من سیئات اعمالنا و از اعمال ناجویی خود ما. هر کس عملی خوب داره و بد داره، از ما اعمال بد ما پناه میبریم به الله حق سبحانه و تعالی، یعنی به اون معنی که خودش الله ما را نگه دارد، مبادا از ما از نفس ما یگون شر صادر نشود و از اعمال ما یگون عملی بد صادر نشود، چون که همان از ما را پناه میداده که الله حق سبحانه و تعالی من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. کسی را الله هدایت بخشد یعنی توفیقش دهد که در اسلام افتد، یعنی اسلامی شود. فلا مضل له، وی را گمراه کننده نیست. یگان کسی یافت نمی شود که وی چیکارش کند؟ از راه اسلام برآورد. و من یضلل، و کسی را الله تعالی خودش گمراهش کند به عدلش و یک حکمت است. ما نمیتونیم بگیم چه خیلی وی که الله تعالی گمراهش میکند و الله میداند که وی قابل هدایت بود یا نبود. ما نمیدونیم، ما ظاهرا میبینیم که اعمال خوب میکنه، این میکنه وی میکنه، لیکن باطن وی الله سبحانه و تعالی میداند و قابل شریعت است و قابل توحید است، یعنی این الله خودش میداند. و کسی مهم الله گمراه کند فلا هادی له، یگان کسی نیست که برای او چی باشد یا که چی باشد؟ هدایت بخشنده باشد. الله گمراهش کرده، این تلاش کوشش میکنه چی؟ این هدایتی توفیقش میگن، لیکن همه راهنمایی کردن میتوند. اینجا صحبت درباره هدایتی توفیق رفتی شده است، چون که هدایت دو خیلی میشود. هدایت میشود به معنای توفیق، یعنی او را برده در راه میموند. این فقط الله میتونه، حتی پیغمبر نمیتونه. انک لا تهدی من احببت، الله میگه که کسی رو تو دوست داری و من این نقض میبینم گفته هدایت بخشیده نمیتونی، ولی الله هدایت میده. یعنی اینجا در به معنای هدایت به معنای چه؟ توفیق است. یگون کسی تو توفیق بخشیده نمیتونی. در دیگه جا میگه انک لا تهدی الی صراط مستقیم. در دیگه جا پیغمبر میفرماید که تو برای راست هدایت میکنی. اینجا نه هدایت به معنای چه؟ ارشاد و دلالت و راهنمایی کردن. برای این ارشاد و راهنمایی کردن همه ما و شما ان شاء الله میتونیم به قدر استطاعت، لیکن هدایتی توفیق نمیتونیم. شیخ میفرماید که کسی را الله هدایتی توفیق بخشد، یگان کسی را گمراه کردن نمیتواند، و کسی که خودش به عدلش چیکارش کند؟ گمراهش کند. یگان کسی را هدایت بخشیده نمیتواند. ها راه نشوندیش میتواند، ولی او را توفیق بخشیده نمیتواند. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. من شهادت میدم. معنای شهادت چیه اساسا؟ یعنی اساسا شاهد شدن به معنی حضور کردن، یک جند حاضر میشه و بعد میگه که من شاهدم که فلان کارو دیدم، غایبانه نمیشه که. اکنون در اینجا شهادت به معنی اعتراف کردن. و اشهد ان لا اله الا الله، من اعتراف میکنم، من یعنی که شهادت میدهم، گواهی میدهم که یگان معبودی بر حق نیست الا الله، جز الله. یگان معبودی بر حق نیست. و یا حزب را ما پرسیدیم که گفتیم که خیر معنی لا اله الا الله چیه؟ با خودش این نماینده حزب نهضت در مسجد کویت این خیلی اصول شد. میگیم که معنی لا اله الا الله چی است؟ میگوید که نیست خدای مگر خدا، نیست خدای مگر خدا. یک شرمندگی است. اگر حزبی یک نمایندگی گویم که اسلامی چقدر که دعوا میکنند، یک گویم که راهبر که نیست خدای مگر خدا گفت، اگر معلومه است که همون ابو طالب، ابو جهل، کافرای دور پیغمبر صلی الله علیه و سلم معناش از این حزبی ها، یعنی معنای لا اله الا الله را این حزبی ها خوبتر میدونستن. فهمیدید؟ گرچه که اکنون بعضی حزبی ها در مدینه و دیگر جا خوندگان کتابای مثلا گریم شیخ الاسلام خونده که بیش از توحید واقع شدگی باشن و ولی منهج اند ویران شدگی، اینا شکل میدونن.
لیکن دانستن چی فایده است که عمل نکنم؟ خلاص مهم. من شهادت میدهم که یگان معبودی بر حق جز الله نیست. اکنون نگاه کنید، در همه کلمه لا اله الا الله دو رکن اساسی دارد. اینو باید فهمیم. دو رکن اساسی دارد. یکم رکنش رکن نفی انکار لا اله، دوم رکنش اثبات الا الله. فهمیده؟ دو رکن. اگر پرسن که لا اله الا الله چند رکن دارد و ما دونیم که دو تا رکن دارد. رکن یکم چه؟ نفی، دوم اثبات است. بارک الله فیک. اکنون وحده لا شریک له، این چی جمله است؟ این جمله تاکید است. وحده تاکید برای اثبات است و لا شریک تاکید برای چی؟ منفی است. ما گفتیم که لا اله الا الله دو تا رکن داره، یکش نفیه و یکش اثبات. لا اله انکار کردیم، یگان معبودی بر حق نیست الا الله. اکنون وحده این تاکید برای الا الله است، لا شریک برای لا اله تاکید شده، یعنی تنها است او، یگان شریک ندارد. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی میدهم و شهادت میدهم و اعتراف میکنم که این محمد بنده و فرستاده اوست، صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان و سلم تسلیما. و الله تعالی درود فرستاد به او و به خاندانش و به صحابگانش و به کسانی که پیروی از صحابگان میکنند، به احسان، به طریق خوب، به پیروی از صحابگان میکنند به راه خوب، یگان بدعت نمیکند، خرافات نمیکند، این نمیکند. و سلم تسلیما، و الله سلام بفرستد، سلام فرستانیدن ده. اینجا تاکید شده. اما بعد فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير. فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة، مثلا أنا مراعاة اسمي إن شده استوده است. من میپرسن که با اسمش قدر دور رفته، میگه که آخر خبر من محاسنی جار و مجرور شده است. در اینجا خبری مقدم بر مبتدا بر اسم شده، اسمش یعنی چه؟ اسمی مؤخر از خبر شده، مؤخر آمده است، برای خاطر حرف جر حقوقش بلند است. فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل. البته بعضی از زیبایی های شریعت الله، بعضی از، یعنی شریعت الله همین قدر زیبایی دارد، همین قدر خوبی ها دارد که اکنون میگه که بعضی از همون محاسن، حسن، زیبایی های شریعت الله چی بود است؟ رعایت کردن عدالت. همین رعایت کردن عدالت گویا که گفته شده است که ان مراعات العدل من محاسن شریعت الله. اساسا جمله باید همین خیلی بشود. البته رعایت کردن عدالت رعایت کردن بجا آوردن، یعنی رعایت کردن عدالت و اعطاء کل ذی حق حقه، هر یک صاحبی حقش دادن. الله حق دارد، حقش دادن. خب پدر و مادر حق دارد، حقش دادن. زن حق شوهرش حق دارد بالاش، حقش دادن. یا که شوهر حق زن دادن، حق فرزندار دادن، فهمیدید؟ حق همسایه دادن، حق خیشتبار دادن، حق پیغمبر دادن. خلاصه هر یک صاحبی حقش دادن، این من محاسن شریعت الله تعالی است. این هم یکی از نمود زیبایی های شریعت الله است. فهمیدید؟ وقتی دیده یک از والدینش کاری بی‌زیب میکند، حقوقش پایمال میکند، زن حقوق شوهرش پایمال میکند، یا که والدین گویم حقوق فرزنداش پایمال میکند، با آدمای بی‌رحم، آدمای بی‌سواد میبینن چی میگن؟ میگن که نگاه کنید، میگن که من مسلمانم، یعنی باری اسلام میکنن. لیکن این کارهای اینها حق والدین شدن، خب یعنی که حقوق زن و شوهر پایمال شدن، حقوق فرزندان رو پایمال کردن، حق پیغمبر رو پایمال کردن، حق الله رو پایمال کردن، این از اسلام نیست. وقتی که از بی‌رحم
غیر مسلمان ها میبینه میگه که هم مسلمان ها رو بینه. نه او میگه من مسلمانم، میگه در کارخانه چیکار کرده کراسکایی جای کارش دزدیده. با من مسلمانم میگه یعنی که فریب کرده سیمورا. خیال میکنن که این از اسلام هست. فهمیدید؟ لیکن این اسلام نیست. بنابراین رعایت کردن هر یک حق یعنی هر یک صاحب حقش دادن این ما را چی نشون میده؟ یکی از زیبایی های شریعت الله را نشون میده. فهمیدید؟ اکنون اسلام انسان زیبا شدن میگیرد کدام وقت؟ اسلام چخلی که حدیث در 40 النبوی آمده است که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. یکی از زیبایی های اسلام از آن عبارت یعنی اسلامی کس زیباییش همون وقت معلوم میشود که وقتی که چیکار کنه کاری که با او تعلق نداره، با او دخدار نیست، کاردار نمیشه، کارم نیست میگه. اینم یکی از نشانه های زیبایی اسلام داری کس هست. همین حدیث هست شیخ صالح الحافظان در التحفة الربانیه شرح 40 النوویه میفرمایند که این دلالت میکند که ایمان زیاد و کم شده نشود. یعنی ایمان یزید بماذا؟ بالطاعت و ینقص بماذا؟ بالمعصیه. ایمان زیاد و چی میشه؟ کم میشه. چقدر انسان به طاعت و عبادت مشغول شدن گیره همینقدر ایمانش بلند شدن میگیره. چقدر که انسان از طاعت و عبادت دور شد و به کار معصیت دست زدن گیره ایمانش یعنی پس زدن میگیره، کم شدن میگیره. نعم شیخ میفرماید که فإن من محاسن شریعت الله تعالی مراعات العدل. البته از زیبایی های شریعتی الله است چی؟ رعایت کردن عدالت رعایت کردن این خیلی از زیبایی های اسلام است. خلاص معذرت درست گفتم. فقط چیکار کردن در کار؟ اینه خواندن در کار است که انا چه خیلی عدل رعایت میکنی و اعطاء کل ذی حق حقه. هر یک صاحب حقش دادن است میگه. اکنون نگاه کنید میگه که من غیر غلو ولا تقصیر. من غیر غلو ولا تقصیر. هر یک صاحب حقش میتی ولی در وقتی دادن حق باید که تو غلو نکنی و تقصیر نکنی. غلو از حد زیاد، تقصیر از حد کم. یعنی وقتی که یک کسی فهمیدی که برای مثال رزمیری یا که گیم حجمی حقش همین قدره، انا مقطع حقشه زیاد کرده کم کرده نتیده. چونکه زیاد کردی حقه این چی میشد؟ غلو میشد. فهمیده؟ کم کرده این چی میشد؟ تقصیر میشد. برای مثال بعضی انسان ها هستن که حق الله را برای پیغمبر میدن، حق الله را برای پیغمبر میدن. برای مثال یکی از حقای الله باید که فرزنده، برای مثال گفتم فرزنده از الله میطلبیم. یک کسی که سر قبر پیغمبر میرده چیکار میکنند؟ از پیغمبر درخواست میکنند که ای محمد یا که ای پیغمبری من صلی الله علیه و آله و سلم من بی فرزندم و من فرزند تا بخش میگویم. یا که چه خیلی شیعه‌های شنیعی رسم میکنن از اماماشون چه فرزند طلب میکنن و دیگه زاری و تولد و دعا مناجات میکنن. این کس یعنی حق الله را چیکار کرده ایستاده است؟ برای دیگه کس داده ایستاده است. انا همین جدم حق الله را پایمال کرده ایستاده است و اگر مبادا از پیغمبر درخواست کردگی باشد در اینجا غلو کرده است. فهمیدید؟ برای همین شیخ الاسلام میفرماید که یکی از سبب‌هایی که در کتاب توحید میگه یکی از سبب‌هایی که مردم مشرک شدن کافر شدن این غلو در صالحین از حد زیاد. اول چیکار میکنن؟ اول یعنی که مثلا میگم قبرش میبردارد با چیکار میکنن درگیرش یعنی که گنبد یک بنا میکنه گنبد میپوشد با آیسته چیکار میکنن؟ رفته یک کس رومال میبندد، یک کس دیگه رفته پول میپرتاید، یک کس دیگه خدمتگار میشه در اونجا که مثلا رو بچین کردن تازو نگهبان کردن. همین وقتی آیسته و چی شرک و بت پرستی سرشدن میگیرن. انا اینا چی میگو؟ غلو میگوین. یا که تقصیر مثلا کسی میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نام ذکر شود باید که تو صلوات بفرست. میگه که پیغمبر که میگه یک مسلمان عادی میگه فقط الله تعالی برای او یعنی چی داده است؟ وظیفه پیغمبری داده است. چیکار کرده است؟ شرط نمیگه این در حق پیغمبر چیکار کرده است؟ تقصیر. این مثال عادی گفته است مگر از این بدترش در بین مردم ما از این بدترش هست.
نه. بنابراین هر حقی که شیخ در اینجا ذکر میکند اختصار بیان باید حقش دادن نکنه. حق الله ذکر میشد نیکن، حق الله رو دادن نکن. حق پیغمبر میدویم، حق پیغمبر رو دادن نکن. سوم حق والدینه، حق والدین باشد، حق والدین دادن نکن. ولی در وقت دادن این حقها باید که تو غلو نکنی، ای مجاوزت الحد، از حد نگذری و از حد هم کم به جا نبیاری. طوری که لازم است در همین خدمتی حق. برای می گفتی است که من غیر غلو ولا تقصیر. فقد امر الله تعالى بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى. واقعا الله تعالی امر کرده است. الله امر کرده است به چیکار کردن؟ به عدل کردن. بسیار آیات است و عدلو میگه. الله امر کرده است به عدالت کردن و احسان و احسان کردن. احسان خیلی معنای بسیار داره. یکی از معنای احسان ها این است ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. برای مثال حدیث دویم 40 نوویه. یا که مثال احسان یعنی که به معنای نیکی کردن، حتی احسان به معنای صدقه دادن، خیرات دادن، کمک دستگیری کردن، اینا به معنای احسان. الله بسیار جان امر فرموده و ایتاء ذی القربى و با خویشاوندان. ذی القربى گفته خویشاوندان میگن و یعنی که دستی مدد دراز کردن به خویشتبار، همین به خویشاوندان. الله امر فرموده است و بالعدل بعثت الرسل و انزلت الكتب و قامت امور الدنيا والآخرة. و بالعدل بعثت الرسل، با عدالت یعنی به همین خاطر عدالت رسول ها فرستاده شده هستند. همین عدالت است که الله تعالی رسول فرستاده. مثال گیریم آیا با این عدالت میشود که رسول نفرستانده با مردم چیکار کنی؟ در روز قیامت چی با این کاری بیزیب کردی؟ چی با کاری خوب نکردی؟ رسول میفرستاند که برای الله چی؟ حجت نشود. فکر نگم که مردم آخه پروردگار آخه رسول نبود، یعنی مبلغ نبود، شیخ نبود، معلم نبود، ما کجا دونیم؟ انمی فرستانیدن رسول ها هم با عدالت است، از روی عدالت است. فهمیدید؟ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. بعد رسول بالای الله مردم دعوا نکند، حجت بیاری نکند که پروردگار آخه ما کجا دونیم این حلاله این حرامه. مثلا دیدید رسول ها فرستانیده شدند با عدالت. و انزلت الکتب، کتاب های سماوی نازل شده هستند، اینا هم به چی؟ در اساس عدالت. این هم عدالت است. کتاب نمیبود مردم از کجا میفهمید حلال را، از کجا میفهمید حرام را، جایز و ناجایز از کجا میفهمید؟ معلوم است که نزول کتاب ها هم این هم چی؟ در اساس عدالت است. و قامت امور الدنیا والآخره، قائم شدن، برقرار شدن، راست رفتن کارهای دنیا و آخرت هم با چی میشود؟ به عدالت میشود. همین دنیا ویرون میشود وقتی که در دنیا عدالت نباشد. اما جا ویرونه که میبینید کشور انقلاب میشود و مردم به مقابل حاکم ها میخزند، حاکم به مقابل مردم میخزد و هاکذا، یا که مردم نمازخوان به مقابل امام و امام به مقابل خلق. در همین چیز ناعدالت شده برای خاطر یعنی که خواهند که کار دنیا و کار آخرت قائم شود، راست شود، چی در کاره؟ عدالت. برای خاطر عدالت شود در بین مردم، برای این چی در کار می شود؟ برای علم قرآن و علم حدیث در کار می شود. والعدل اعطاء، عدالت شیخ می فرماد، والعدل اعطاء كل ذی حق حقه. عدل چیست؟ عدالت گفته ایستادیم. عدالت چیه؟ هر یک صاحبی حقش دادم. چخیلی که شیخ ما میگن عدل اون معنا ندارد که مثال گیریم یک مرد یک زن هر دوش یک جنایت کردن، هر دوش یک خیل چیکار کرده شود؟ جزا داده شود. یا که زنک چیکار کرده؟ گپگردانی کرده، سیگون نشوز کرده، سیگون نااطاعتی کاری بیزیب کرده، مردکش بعد از یعنی که موافق به همون نشانداد شریعت دور نصیحتش کرده، جای خوابش دور کرده است، به هم طرف یعنی که گویم به تعبیر تاجیکی خود آدم نشده زنش و چیکارش کرده؟ سیو لختش کرده. و مرد چیکار میکنه؟ دعوا میکنه به ملیسه و دیگه جا چیکار میکنه؟ مرد که بیچاره را محکمه برده او را جزاش میده. این عدالت نیست. این عدالت نیست که طرف یک زن گرفته حق حقوق نفهمیده یک مردی بیچاره را چیکار کنی؟
و لطش کنی یا که برده غمش دید. برای همون عدل چیست؟ عدل بین زن و مرد برابر کردن در وظیفه های حکومتی. زن وظیفه دادن مرحمت یعنی شما را صاحب حقوقت گفته، این عدالت نیست برادر. بعضی کسانی این عدالتی که میگه این عدالت در اساس اگر بگید که ما مسلمان ما میخوایم که فهمیم در اساس شریعت عدالت باشد، این خیلی نیست، نفهمیدن. اینها در اساس دموکراسی. ما هر دایم گفته ایستادیم که حزب ما رو طعنه زده ایستادن که گو که ما جانبدار کفر هستیم، ما جانبدار حرام هستیم. نه، اعوذ بالله، ما جانبدار اسلام و مسلمان هستیم. خب ما هم یعنی که حکم دموکراسی را حکم اسلامش نگذاریم. نظام دموکراسی نظام کفر است. ما مسلمان ها خودمون نظام داریم، ما حاجت به یعنی یگون نظام های وضعی نداریم. ولی متاسفانه که مسلمان ها که بس که از قرآن و حدیث دور شدنشون، ما مجبور هستیم چیکار کنیم؟ آهسته آهسته یکم وظیفه ما چیکار کنیم؟ یعنی که مردم به توحید شناس کنیم، به قرآن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. من مردم میفهمم که عدالت چیه. زن میخزده چیکار میکنه؟ رئیس میشه دوست با میگه عدالته. نه، این نمیشه. بارک الله فیکم. بنابراین شیخ میفرماد که والعدل اعطاء كل ذی حق حقه. عدل چی بوده؟ هر یک صاحب حقش دادن. اکنون آیا شما گفته میتواند که حق مردم حق زن هم یخیله؟ آخه وقتی که حق زن و مرد یخیل برابر باشد، بس برای چی مرد نکاح کرده میگیره زن؟ بعد وقتی طلاق دادن بس یعنی که حقوق زن و مرد برابر باشه، بس زن برای چی نمیگوید که مردک من بری خاطر می به ترتیبت تو رو طلاق کردم، یا طلاقت کردم یا که دو طلاقت کردم، نمیگویم. طلاق در دست مرد است. همین خیلی است. بعد چه خیلی میشه که میگه که حقوق زن و مرد برابر. ابا حقوق زن و مرد برابر باشد، بس چرا زن نمیتواند که چیکار کنه؟ شوهرش طلاق دهد؟ این یا همینا از جهتی جهالت تبارک الله فیکم. نه. خب و عدالت شیخ خیلی زیبا میفهموند. والعدل اعطاء كل ذی حق حقه. عدل چیست؟ هر یک صاحب حقش دادن. این چی است؟ همین است عدل. و تنزیل كل ذی منزلت منزلته. و هر یک صاحب رتبه را رتبهش دادن. هر یک صاحب مقامش دادن. یعنی همین کرسی مقام مرد باشد دیگه مرد میدهی، نه زن نمیدهی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هرگز، یعنی که به اون معنا گویم، معنای حدیث همین است که خوشبخت نمیشود، فلاح گویم پیروز نمیشود مردمی که در سر خودش انتخاب کند زن را راهبر. در سر خودش کدام قومی که در سر خودشان چیکار کنند؟ زن راهبر تعیین کنند و فلاح رویام نمیگیرن. فهمیدید؟ نه. برای همین میگه که عدالت این است که و تنزیل كل ذی منزلت منزلته. یعنی هر یک صاحب منزلت، هر یک صاحب رتبه را در رتبه خودش دادن. رتبه اینه، وظیفه زن برای مردی، وظیفه مرد برای زن دهی، این چی میشه؟ کاتاستروف میشه. چیزی که میگن. اما بعضی انسان ها هستن میگن که خب چیکار میکنیم؟ من بچه بونه رو به کله میگیرم، مردک میگم. خب دیگه طبق شوره به کله میگیرم، او با خود یعنی که پختنه، اما کاری بیرین به کله نمیگیرم. من یعنی که مثلا الرژی میشه قدی کوچو برایم. بعضا از سحر تا شب چی در بازار میشینن تو بگه هم. یعنی حقوقشون باز کردن. در کدام خاندانی که ببینید که زن از سحر تا شب یا که حتی از شب تا سحر هم هستن بعضی زنها، یعنی کاری بیرینه برای زن دهد و کار خانه را برای خودش گیرد، این هم کاتاستروف. این عدالت نمیشه. انمین کس چیکار کرده است؟ پایمال کرده است عدالت. ولا یتم ذلك. انا همین تعلیماتی که گفتیم لا یتم، به اتمام نمیرسد. این ما به جا آوردن نمیتوانه میگوید الا بمعرفت الحقوق، مگر به شناختن حقوق. ما کجا میدونیم که حق الله از حق پیغمبر چی فرق دارد؟ حق پیغمبر از حق والدین چی فرق دارد؟ فهمیدید؟ حق مرد از حق زن، حق زن از حق مرد چی فرق دارد؟ بمعرفت الحقوق. برای خاطر ما
اینکه ما هر یک صاحب حقش دهیم، هر یک صاحب رتبه را رتبهش تیم، هر یک وظیفه دار در وظیفهش تیم، غلوب نکنیم و تقصیر نکنیم. ما باید چیکار کنیم؟ میگه شیخ این فقط لا یتم، هیچ ممکن نیست اینو بجا آوردن الا بمعرفت الحقوق، مگر به شناسایی با حقوق باید شناسیم. حد برای چی حقوق میشناسیم؟ حتی یعطا اهلها، حقوق شناسیم که تا انمین حقا را به اهلش دهیم، یا که تا این که داده شود اونها را به اهل حق، یعنی این حقا را به صاحباش برده دادن. فهمیدید؟ حتی یعطا، تا این که داده شود این حقها را اهلها، بکی به اهلش. وقتی که دونستی که این حق الله هست، فهمیدی اهل این حق کی، یا وقتی این حق فهمیدی حق الله است، میدونی که الله بوده است، یعنی حق برای این. وقتی که فهمی که این حق پیغمبر است، بس چی میگی که اهل این حق پیغمبر بوده است، اهل این حق والدین بوده است، اهل این حق زن بوده است، اهل این حق شوهر بوده است، اهل این حق همسایه بوده است و هکذا. این به چی مثل بمعرفت الحقوق، باید شناسیم اینا را. و من ثم به معنای هناك، ثم هنا. و من ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق. شیخ میفرماید که و من ثم، به خاطر همین شده، به خاطر همین است ما چیکار کردیم؟ انا همین یک چند کلمه ها را نوشتیم. حررنا ای کتبنا، به خاطر انا همین شده ما همین کلمه ها را نوشتیم که این کلمه ها در بیان مهم از انمون حقوق هستند. یعنی این کتابچه درباره مهمترین انمون حقوق هست، یعنی حق الله را ضرورش، حق الله بسیار است، این کتاب ها می نویسند، فهمیده؟ ولی بگود همون مهم ضرورش ما ذکر کردیم، ضرورش ذکر کردیم از حقوق پیغمبر، ضرورش حق والدین ذکر کردیم، فهمیده؟ برای چی؟ لیقوم العبد بما علم منها، تا اینکه بنده بجا بیارد از این حقوق چی را که آموخته است. لیقوم العبد، تا اینکه بنده چیکار کند؟ بجا بیارد بما علم منها، یعنی از همین حقوق دانستگیش را، از این حقوق دانستگیش را چیکار کند؟ بجا بیارد. بقدر المستطاع، چه نمیتونستگیش، به مقداری توانایی، یعنی چه نمیتونستگیش اکو بنده آموزد و بجا بیارد. و یتلخص ذلك فيما یأتی، خب و این در پایان چنین انجام می‌یابد، یعنی این کتاب یکی گیم این نوشته در پایان فيما یأتی، یعنی در پایان چنین انجام می‌یابد، یعنی همین کتاب نوشتگی من به طریق اختصار از همین عبارت است گفته یکم حقوق الله تعالی، حقای الله، حقوق الله تعالی، حقوق النبی صلی الله علیه و آله و سلم. دویم ذکر من شیخ حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حقوق پیغمبر. حقوق الوالدین، حقوق پدر و مادر. چهارم حقوق الاولاد، حق فرزندان. پنجم حقوق الاقارب، حق خویشتبار، خویشاوندان. ششم حقوق الزوجین، حق زن و شوهر. خب هفتم حقوق الولاة والرعیه، حق یعنی که ولات، یعنی که رهبران دولت، رهبران. رعیت گفته یعنی زیردستان، کسانی که در یعنی که مردم عادی حقوقشان. هشتم حقوق الجیران، حق همسایه ها. نهم حقوق المسلمین عموما، یعنی حقوق عمومی مسلمان قطاری همه. دهم حقوق غیر المسلمین، حقوق غیر مسلمان ها کدام ها هستند؟ کافر می شود، ذمی می شود و هکذا، این خواه یهودی خواه نصرانی باشد. هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناول شيئا منها بالبحث على وجه الاختصار. هذه الحقوق انا من حقوق هستند که ما میخواهیم که اندک هم باشد که از ویها گیریم. تناول کردن یعنی از این حقوق اندک باشد هم که شیئا منها،
یعنی اندکی از اینها را میگیریم چیکار کردن را؟ بالبحث، بحث کردن را، صحبت کردن را، مناظره کردن را على وجه الاختصار به طریقی کوتاه. یعنی از این حقوقی که 10 حق میگو شیخ ذکر کردن میگو همینها را یک تا گرفته چیکار میکنیم؟ به طریق اختصار شرح میدیم. یعنی یکم اول حقوق الله رو میگیریم با اختصار میگیم که مراد از حقوق الله چیست، و دوم حقوق پیغمبر میگیریم که مراد از حقوق پیغمبر چیست. انا من بود یعنی خطبه شیخ. و صلی اللهم وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.